سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب دویچ میت هدیه خیلی خوش اومدید. اگر به یادگیری زبان آلمانی علاقه‌مند هستید حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. امروز میخوام در مورد کلمه‌ای که خیلی مهم و کاربردیه تو زبان آلمانی صحبت کنم، یعنی کلمه دن. این کلمه یکی از اون کلمات مهم توی مکالمات روزمره هستش، پس حتما با دقت توجه کنید به توضیحاتم. قبل از شروع توضیحات حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای آموزشی که براتون میذارم و توضیحات رو بهتون ارائه میدم رو از دست ندید. کلمه دان در زبان آلمانی به معنی سپس، بعدن، بعد از هستش و در واقع این کلمه یک قید هستش و میتونه به ما کمک کنه تا دنباله از رویدادها یا اعمال یا کارهایی که داریم به ترتیب انجام میدیم رو بیان کنیم. بیایید چند تا مثال کاربردی رو با هم دیگه بررسی کنیم تا با کاربرد این کلمه مهم بیشتر آشنا شید و ساختارش رو اونجا براتون بیشتر بتونم توضیح بدم. بیایید اولین مثال رو با هم دیگه ببینیم. Ich gehe zuerst zur Arbeit, dann gehe ich einkaufen. وقتی که دان رو آوردم اینجا قرار دادم، دوتا جمله رو به همدیگه متصل کردم به وسیله قید دان و بین دوتا جمله کاما که گذاشتم، دان که اومده نشسته، بعد از اون من فعل رو قرار دادم. نکته که باید بدونید اینه که وقتی دان رو میذارم توی جمله، بین دوتا جمله قرار میدم برای اینکه متصل شن دوتا جمله، فعل جایگاه دوم خودش رو حفظ میکنه. فعل نمیره آخر. این حالا ویدیوهایی که درباره وایل و ون و داس و توضیح دادم، وقتی که دان میاد فعل جایگاه دوم خودش رو حفظ میکنه. Ich gehe zuerst zur Arbeit. ابتدا به سر کار میرم، اول به سر کار میرم. Dann gehe ich einkaufen. سپس خرید میکنم. مثال بعدی رو بیایید بررسی کنیم. Wir frühstücken um 8 Uhr. Dann machen wir einen Spaziergang. دقت کنید وقتی که بین دوتا جمله اومدم دان رو قرار دادم، حتما باید بین دوتا جمله یک کاما بذاریم. بچه ها حتما به این کاما دقت کنید. دان اومده نشسته، فعل ماخن در جایگاه دوم خودش هست، پس حتما به این نکته که فعل جایگاه دوم خودش رو حفظ میکنه دقت کنید و اینکه بین دوتا جمله حتما باید اون کاما رو قرار بدید بچه ها. مثال بعدی رو بیایید با هم دیگه بررسی کنیم. Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. اگه تکالیف خودتو انجام دادی، dann kannst du Fernsehen. سپس میتونی تلویزیون تماشا کنی. dann kannst du. میبینید دوباره kannst جایگاه دوم هست، جایگاه فعل جایگاه دومش حفظ شده و فاعل دو جایگاه سوم اومده نشسته. یعنی اگه تکالیف خودتو انجام دادی بعدش میتونی تلویزیون تماشا کنی. خب حالا شما میدونید که چطوری باید از دان توی مکالمات روزمره خودتون استفاده کنید. دان به معنی سپس یا بعدن هستش، برای متصل کردن جملات و بیان ترتیب زمانی استفاده میشه و در آخرین مثال براتون نوشتم که zuerst muss ich lernen, dann kann ich mich entspannen. و این بود از ویدیو امروز. امیدوارم این ویدیو به شما کمک کرده باشه. لطفا نظرات خودتون رو توی بخش نظرات با من به اشتراک بگذارید. فراموش نکنید که ویدیو ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای آموزشی ما رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.